قدرمنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو په دې جلسه کې موږ او تاسو د اعداد باندې کار کوو. دوستان نهایت عزیز سلام، امیدوارم خوب صحتمند باشین. در این جلسه ما شما روی اعداد پشتو کار میکنیم و فقط از عدد 1 الی عدد 100 را یاد میگیریم و در جلسات بعدی ادامه خواهیم داد. پس میریم و تلفظات را با هم یاد میگیریم و نوشتارش هم دقت میکنیم. یو، دو، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه، لس، یوولس، دولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس، نولس، شل. خب فقط عدد 20 را ما شما میتونیم 20 کامل را شل بگوییم، اما بعد از اون که 21 و 22 و 23 میگیم ما شما از از کلمه شل استفاده کردن نمیتونیم، بلکه از کلمه چی استفاده میکنیم؟ از کلمه وشت. یک نکته و نکته بعدی ای است که در پشتو اعداد دو رقمی برعکس فارسی خوانده میشه. یعنی در فارسی ما شما میگیم که 21 یعنی 20 را میگیم که زیادتر است، بعد 1 را میگیم کمتر است. همین ترتیب تا آخر ادامه میدیم. اما در پشتو برعکس است، یعنی 21 گفته نمیتونیم، بلکه میگیم 1 و 20. یعنی اول 1 را میگیم باز 20 را میگیم. چطور؟ ببینیم. یوویشت، دوویشت، درویشت، څلورویشت، پنځهویشت، شپږویشت، اووهویشت، اتهویشت، نهویشت، دېرش، یودېرش، دوهدېرش، درېدېرش، څلوردېرش، پنځهدېرش، شپږدېرش، اووهدېرش، اتهدېرش، نهدېرش، څلوېښت، یوڅلوېښت، دوهڅلوېښت، درېڅلوېښت، څلورڅلوېښت، پنځهڅلوېښت، شپږڅلوېښت، اووهڅلوېښت، اتهڅلوېښت، نهڅلوېښت، پنځوس، یوپنځوس، دوهپنځوس، درېپنځوس، څلورپنځوس، پنځهپنځوس، شپږپنځوس، اووهپنځوس، اتهپنځوس، نهپنځوس، شپېته، یوشپېته، دوهشپېته، درېشپېته، څلورشپېته، پنځهشپېته، شپږشپېته، اووهشپېته، اتهشپېته، نهشپېته، اویا، یوویا، دوهویا، درېویا، څلورویا، پنځهویا، شپږویا، اووهویا، اتهویا، نهویا، اتیا، یواتیا، دواتیا، درېاتیا، څلوراتیا، پنځهاتیا، شپږاتیا، اووهاتیا، اتهاتیا، نهاتیا، نوي، یونوي، دوهنوي، درېنوي، څلورنوي، پنځهنوي، شپږنوي، اووهنوي، اتهنوي، نهنوي او 100. خب تا 100 را یاد گرفتیم و اگر در یک بار یاد نگرفتین میتونین ویدیو را بارها
ببینین و یاد بگیرین و ادامه از این را بخیر در جلسات بعدی با هم یاد خواهیم گرفت. و اگر میخواین که دیگران هم اعداد را یاد بگیرین پس لطفا ویدیو را با دیگران هم شریک بسازین. تر بالا جلسه پوری د خدای پامان خدا و آباد اوسئ.